جدیداً یکی از مقامات پلیس راهور گفته که اگر کل ماشین‌های موجود تو کشور رو اوراق کنیم و در کارخونه‌های خودروسازی رو ببندیم، میتونیم با واردات ماشین‌های خارجی صرفه‌جویی قابل توجهی تو مصرف بنزین کشور داشته باشیم و از این طریق حقوق کل کارگرای ایران خودروسازی‌ها رو پرداخت کنیم. اول از هر چیز باید بگیم که ما نه مخالف واردات خودرویی نه موافقم. فقط می‌خوایم این اصرارات رو بررسی بکنیم، ببینیم اصلا منطقی هست، آیا کشور میتونه همچین کاری انجام بده یا نه. الان حدود 23 میلیون خودرو تو کشور در حال تردده. اگه بخوایم همه اینا رو عوض بکنیم و میانگین قیمت هر خودروی خارجی رو $15000 در نظر بگیریم، چیزی حدود 350 میلیارد دلار نیاز داریم. اگه بخوایم بفهمیم که 350 میلیارد دلار دقیقاً چقدر میشه، باید بگیم که کل کالاهای وارد شده تو طول 7 سال گذشته به ایران کمتر از 350 میلیارد دلار بوده. از طرف دیگه خیلی از مؤسسات پژوهشی تو جهان در حالت خوشبینانه میزان ذخایر ارزی ایران رو چیزی هول و هوش 80 تا 100 میلیارد دلار تخمین زدن. حالا اگه بخوایم بگیم که منظور پلیس راهوری نبوده که همه ماشینا رو بندازیم دور، میتونیم فرض کنیم که از فردا در تمام کارخونه‌ها رو میبندیم و تمام نیاز روز بازار رو از طریق واردات تامین می‌کنیم. خب ایران سالانه به طور میانگین به 1 میلیون خودروی جدید نیاز داره. با توجه به اینکه میانگین قیمت هر خودروی خارجی رو هم $15000 در نظر گرفتیم، این میشه 15 میلیارد دلار نیاز ارزی جدید برای ایران. تراز تجاری ایران سال گذشته منفی 4 میلیارد دلار بود. به عبارت دیگه ما حدود 48 میلیارد دلار صادرات کالا داشتیم و از اون طرف هم 52 میلیارد دلار کالا وارد کشور کردیم. حالا اگه به خاطر واردات خودرو 15 میلیارد دلار نیاز ارزی جدید به اقتصاد ایران وارد بشه، چه اتفاقی میفته؟ ارز هم مثل بقیه کالاها اگه تقاضا براش افزایش پیدا بکنه، قیمتش همینجوری بالاتر میره. مثل همون اتفاقی که تو سالهای 91 و 97 تو ایران اتفاق افتاد. قیمت ارز رفت بالا و قیمت بقیه کالا هم همینجوری بالاتر رفت. حالا چند تا سوال دیگه هم در مورد پیشنهاد راهور میتونیم مطرح کنیم. خیلی از تولید کنندگان از جمله خودروسازا مشکلات خط تولید و مربوط به کمبود قطعات میدونن که اونم به نوبه خودش مربوط به مشکلات تحریمی و نقل و انتقال مالی میشه. حالا با این شرایط تأمین نیاز کل بازار خودرو اونم با حجم 15 میلیارد دلار امکان پذیر هست؟